ما گاهی وقتا مهره‌های کمرمون رو هم لیز میخوره در اثر لیفت سنگین در حالی که آماده نیستیم، در اثر در واقع یه فشار ناگهانی به کمر، در اثر حرکت معلق، یه حرکت معلق، مثلا داری شکم رول رو میزنی، همون شکم رول بهش میگن رول اوت، رول کردن شکم به جلو. دست رو میگیری میکشی جلو، شکم چاقه، برای لاغری بهت دادن، وزن میان تنت زیاده، مهره کمر رو به صورت عرضی میکشه میندازه جلو، سوز خاصرت هم کوتاست، مهره رو میکشه میندازه جلو، مهره افتاد جلو، اگر 20% 25% این مهره بیفته جلو بهش میگن اسپوندیلوسیس، اگر 50% بیفته جلو بهش میگن اسپوندیلولیسیس، اگر 75% بیاد جلو میگن اسپوندیلولیستسیس، و اگر مهره بکنه بیفته جلو بهش میگن اسپوندیلوپتوسیس. و انواع اسپوندیلوسیس هاست، از انواع لیز خوردنه. کسانی که به هر دلیلی لیز خوردن مهره به جلو دارن، حتی گرم کردن براشون بعضی وقتا خطرناکه، چون شما یکی از معروف ترین حرکات گرم کردنتون اینه، اینو انجام بدی اسپوندیلوسیس رو بیشتر میکنه، لیز میده جلو مهره رو. حرکت پلانک براش ضرر داره. خب حرکت پلانک ضرر داره اگر نتونه مدیریت کنه، یعنی اون لحظه که خسته میشه یه لحظه عضلات کمرش که تثبیت میکنن شل کنن، این میکنه میفته جلو. حالا زوائد پشتی ما فسد جوینت دارن، یعنی مهره‌های ما پشتش یه زائده داره به نام فسد. زائده فسد مهره بالایی میفته پشت مهره جلویی پایینی. وقتی مهره لیز میخوره این زائده میشکنه میاد جلو، اولش میاد بالایی، بعد در ادامه این میشکنه این زائده که دیگه ثبات این مهره خیلی کم میشه. باید مهره رو بیارم با در واقع 2 تا پلیت این مهره ها رو فیکسش کنن، 2 تا مهره بالا و مهره وسطی که لیز خورده و فیکس شه، مثل یه دیسک کمری باش برخورد کنه. این هم در رابطه با این که به چه کسانی نباید اینو توصیه کرد. کسانی که آسیب شانه دارن، سابقه از جا در رفتن شانه دارن، و کسانی که در واقع لیز خوردگی مهره به جلو دارن.